خیر است؟ خیلی خیر، برادرم مرده است. چی؟ برای تشخیص کردن آمدی؟ شما از کجا میدانید؟ از آسمان پسرم، خودش معلوم است که. بیا یک جای میرویم. آیسته آیسته. تو چی میکنی در اینجا؟ یک رفیقمون رو زیارت کرده زود میبریم کمیسر. کنان با کاری پلیس دخالت نکن. استغفرالله کمیسر، مرا خطا نفهمید. من هیچگاه با کاری پلیس دخالت نمی کنم، اما تا جسد کلتا کلاس را نبینم آرام نمی شدم. با من چی؟ کمیسر لطفا مرا بفهمید. وقتی تشخیص کردن جسد مرا هم با خودتان گرید. چی میکنی در اینجا؟ کمیسر آرام شده نمیتوانم، به خوابی بکشم. مرا فهمید لطفا آخر. شوکت تنها تو هم رو همون بیا رفتیم. گذر. چلیکاتون جنبانده میتوانید؟ بعدی تاثیر کرد. خمیل است. چلیکای پوچتون کار میکنه؟ انیق او کلتا کلاس بود؟ بله کمیسر، همون بود. او بود ها؟ او بود. تو چی خیل فهمیدی؟ روی شناخته نمیشد؟ رفیق کمیسر، برادری چندین ساله هم رو چی خیل نشناسم. آخر او برادری من بود. چی قدر آدم دروغگو هستی؟ تو میگفتی که کلتا کلاس رو نمیشناسم. کمیسر، من این رو کی به شما گفتم؟ کدام وقت گفتم؟ از اون وقت تا این وقت یک دنیا کار گذشته است. برادرم بود، برادری ما بود. روزا همش میگذرن. خاموش. وقتی تیم گریه نکن. مگر شما ندیده در دستش رسم کلتا کلاس بود؟ به اینش چی میگویه؟ برادره، ای برادری جانبی. بیا شرینر، بیا برادرم. بس یک باید شرینر سردار بخشید که من خمیدن نتونستم. بخشید پای کار شدن در کار. مایلش برادر، حاله با خونه خودش باید برگرده. با گلفروش با اون نامه میفرستیم. تو فقط در نامه چی نوشتن را بگو. نمیدونم، حالا یک سرود بود که کدامش؟ کو یک بخوام؟ خوندن را چیکار میکنیم؟ با ما این لازم نیست، شعر لازم است، مصرع ها لازمند. مایلش تو اولش را بگو، شاید دمامش به یادم آید. یا خدایا، این که باشد. نمیدونم. آقای اکرم میخواد با شما چای نوشد. آقای اکرم؟ چای؟ بله. مایلش، من لباس هایم روی عوض کردم میبرم. مایلش. این اکرم کار دیگر ندارد. کار از فقط قنچای نوشی هم برادر. خیر کنی بگو چی بنویسیم؟ چی؟ بگو. من از کجا دانم؟ یکون شعری عاشقی نوشتن نمون لازم نباشد. حاله اونال رو در حیاتش نمیبخشد و چی گناه کردنش رو هم نمیدونیم. درست میگویی، خونهشون رو نمیدونیم. ای اکا در قیسینگلت میشوه که تو باید بدونی که به حاله چی معقول است و چی نه. به همون فکر نداری؟ از کجا دانم شوکت که با او چی معقول است؟ یکون شعر بگوی، من می نویسم. نویس. قلبم نویس. صاحب قلب من. همین جایش را زور گفتی برادر، دوامش را بگوی. عزیزم صاحب قلب من. دوامش؟ یک دم خبیث شوکت، تو هر لحظه فکرم رو میبوری. این در نوشته نمیتوانم. یا خدایا، اولش را خوب گفتی، دوامش را بگو آخی.
عزیزم صاحب قلب من تمام اومد خیر. تمام انا اومد باز کی اومد؟ در این خانه تنگ تو بزور خودمو میگنجم. من نمیخوام سه آدم رو. کی اومد؟ کی میآید؟ من بس نیستم مگر؟ استغفرالله عجب آدمی عجایب بوده ای در حال قهر میکنم. عزیزم صاحب قلب من، بیا به پیش من.